دکتر مورفی میگوید ذهن انسان مانند یک باغ است. خودآگاه باغبان باغ است، فکر میکند، تصمیم میگیرد و ناخودآگاه خاک است. هر آنچه در آن بکاری رشد میکند. کلید پنهان ذهن یعنی توانایی تأثیرگذاری آگاهانه بر ناخودآگاه. او میگوید ناخودآگاه منطق ندارد، هرچه را با احساس قوی و تکرار زیاد به او بدهی آن را میپذیرد. اگر به او بگویی من موفقم ولی در درون حس شکست داشته باشی، ذهن ناخودآگاه شکست را ثبت می کند. راز زبان ناخودآگاه تصویر است. جملات و کلمات فقط دروازه‌اند. ناخودآگاه با تصویر ذهنی و احساس همراهش کار می کند. تصویرسازی همان کلید پنهان است که در را باز می کند. و در نهایت فوت کوزه‌گری آخر کار ایمان است. باید خواستت را با احساس ایمان نه با شک تصور کنی. ایمان یعنی احساس دانستن بدون دیدن. ایمان و آرامش انرژی را از ذهن خودآگاه به ناخودآگاه منتقل می کند.